آقا سلام، خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. من معذرت میخوام بابت صدا میذاره سرما خوردم، ولی امروز قراره بریم با هم یه ویدیو خفن بسازیم. اگر توی پروسه تحصیلی هستین شما رو تقریبا $1000 میانگین جلو میندازه. این کاری که الان میخوایم بکنیم اصولا این سری آدما به اسم خودشون میذارن وکیل، میگم ما این کارو براتون انجام میدیم و دانشگاه پذیرش میگیریم براتون. شما لازم نیست چیکار کنین، فقط اینقدر پرداخت بکنین و ما براتون 2 روزه پذیرش میگیریم. این 2 روزه راست میگم دانشگاه ترکیه کلا خیلی زود پذیرش میده، ولی $1000 اصلا نمیارزه، یه چیزی که 10 دقیقه وقتتون رو میگیره. امروز میریم با هم بررسی میکنیم که چجوری از دانشگاه ترکیه پذیرش بگیریم. همشون به همین شکله. اینم بهتون میگم سری آدما هستن که پول نمیگیرن این کارو انجام میدن. چرا پول نمیگیرن؟ به خاطر اینه که اونا ناخودآگاه از دانشگاه پورسانس میگیرن که شما ثبت نام کردن. حالا باز اگه خواستین این آدما بدید منطقیه، ولی به این آدما نمیخواد بدید، چون یه کاریه که راحت خودتون میتونین بدون هیچ دغدغه‌ای انجام بدین. یک ذره مهارت زبان انگلیسی لازمه که حتی اگه اونم بلد نباشین ترنسلیت بکنین، راحت میتونین تمام مراحل رو برین. حالا با هم بریم انجام میدیم. من معنی همه چیزا رو اونجا توضیح میدم. بریم. قبل رفتن یادم رفت بهتون بگم یه ویدیو خیلی خفن وجود داره که حتی اگه ته ذهنت هم به اینه که بیایید ترکیه درس بخونیم بهت میتونه کمک کنه. برات اینجا میذارمش، حتما اون رو نگاه کن، خیلی میتونه بهت کمک کنه. خب کلا دانشگاه ترکیه وبسایت مخصوص خودشو داره و برای اینکه ثبت نام کنیم باید وارد وبسایت خودشون بشین. شما اول باید انتخاب کنید کدوم دانشگاه می‌خواید ثبت نام کنید. حالا به عنوان مثال ما امروز قرار دانشگاه باشهر یه اپلیکیشن پر کنیم. اسم دانشگاه رو سرچ می‌کنین، بعد اصولا برای دانشجو اینترنشنال یه وبسایت جداگونه دارن. کلمه اینترنشنال سرچ کنین بهتون کمک می‌کنه که با آدرس سایت مستقیم دسترسی پیدا کنین. فقط یه نکته‌ای که از اصولا سایت اولی که میاره بالا سایت‌های دانشگاه نیست، اونها تبلیغاته. ولی سایت‌های بعدی اگه به لوگوشون نگاه کنیم می‌بینیم که مثلا سایت دانشگاه باشهر 2 تا سایت داره که ما وارد سایت سوم میشیم که اصلی ترین سایتشونه. حالا تو این قسمت میتونیم انواع رشته‌ها رو ببینیم، با هم بریم بررسی کنیم. حالا شما خودتون میتونین بزنین هر رشته‌ای که می‌خواید ببینین، مثلا شرایطش رو ببینین، چه پیش نیازایی داره. حالا قبلا راجع به پیش نیازش صحبت کردم. خب حالا ما الان با اینا کاری نداریم، فرض بکنیم میدونیم چه رشته میخوایم اپلای کنیم. دکمه اپلای ناو رو میزنیم، یعنی همین الان درخواست بدیم. بعد که اون گزینه رو میزنیم یه پورتال جدیدی برامون باز میشه که مستقیم میریم تو صفحه که بعد اپلیکیشنمون رو پر کنیم. خب تو این مرحله برام 2 تا گزینه میاره که میگه کدوم ترم رو میخوایم شروع کنیم، پاییز 2023 2024 یا به قول معروف همون بهار 2023 2024، همون ترم دی ماه یا بهمن ماه. خب ما الان پاییز رو انتخاب میکنیم که حالا مثلا از همون اول میخوایم وارد دانشگاه بشیم، همون اول ترم. بعد از این که اونو زدیم وارد نکست رو میزنیم و وارد مرحله بعدی میشیم. مرحله بعدی داره به ما میگه که برای چه مقطعی میخوایم اقدام کنیم. اولی اسوسییت یعنی فوق دیپلم، دومی بچلر یعنی لیسانس. خب تو این کیسی ساختگی که ما الان داریم ما برای لیسانس اقدام میکنیم. بعدش دکمه نکست رو میزنیم. حالا میرسیم به جایی که بعد ایمیلمون رو وارد کنیم. تو این مرحله من یه ایمیل ساختگی ساختم، حالا ایمیلم الان وارد میکنم و بعدش هم یه کدی برامون میاد که اون کدم بعد بزنیم. تو این قسمت بعد شماره پاسمون رو وارد کنیم، پاسپورت نامبر، که خب من باز شماره ساختگی الان میزنم. خب اینجا میخواد مطمئن شیم اون ایمیلی که وارد کردیم درسته، چون همه مکاتبات با اون ایمیل یه کد به اون ایمیل ارسال کرده که ما اون کد رو برداریم و توی این باکسی که اینجا خالی گذاشته وارد کنیم. خب اینجا ازمون اطلاعات رشته رو میخواد. قبل از اینکه حالا اینو پر کنیم بهتون بگم که تمام دانشگاه ترکیه پر کردن اپلیکیشن به همین روز به همین صورته و فرق خیلی خاصی با هم دیگه ندارن. حالا این چون دانشگاه باشهر دلیل نمیشه فرق کنه، همشون به همین صورت راحت و آسونه خیلی. خب رشته که من میخوام مثلا متقاضی فردیمون پذیرش بگیرم تغذیه است، ولی همه رشته از پزشکی، مهندسی، معماری اینا گرفته همشون به همین شکله. تو قسمت لنگویج من زبانش انگلیسی انتخاب میکنم، چون اصولا حالا ایرانیه که میان ترکی به زبان انگلیسی میخونن.
قسمت دانشکده ساینس رو انتخاب میکنم، هلت ساینس، که یعنی همون دانشکده تقریبا که به سلامت مربوط میشه. و دوریشن هم که میشه مدت زمانه که چقدر طول بکشه، 4 ساله که یه گزینه بیشتر نداره. گزینه پرستاری و تغذیه برامون الان اومد، اونا هم پر نکنیم میتونین همینجوری بگردین. من الان گزینه تغذیه رو انتخاب میکنم، نوتریشن. خب بعد از اینکه تون رشته بزنی، اطلاعات رشته براتون میاد، اسم رشته، دانشکده، چند سال طول میکشه، زبان رشته و شهریه که باید پرداخت کنین. شهریه این رشته 5740 دلار سالیانه است که هر سال باید پرداخت بشه، یعنی سال به سال باید پرداخت بشه. خب بعد از اون باید اطلاعات فردیمون رو اینجا کامل کنیم. قسمت اول فرست نیم، اسم کوچیکمون. قسمت دوم لاست نیم، اسم خانوادگی. بعد این قسمت نمیشه جندر، یعنی جنسیتمون، اگر مردین میل، اگر خانم هستین فیمیل. قسمت بعدی سیتیزنشیپ هستش که ملیتمونه، که خب ما باید ایران رو انتخاب کنیم، دنبال ایران میگردیم، گزینه ایران رو پیدا میکنیم. خب این قسمت هم سال تولدتون رو باید بزنین که حالا نسبت به میلادی باید وارد کنین، که حالا واسه کیس شخصی که ما ساختیم که حالا من یه چیزی انتخاب کردم. خب تو این قسمت اطلاعات تماس شما رو میخواد. قبل از اینکه شما تماستون رو وارد کنید ازتون میپرسه که شما تماس برای کجاست، که خب مسلما ما ایران رو انتخاب میکنیم دوباره. بعد از اینکه ایران رو انتخاب کردیم، گزینه بعدی شماره تماس خودتون رو وارد کنین، موبایل فون. بعد از اینکه باز حالا کد شماره تلفنتون رو وارد کردین، بعد برین آدرستون رو وارد کنین. مهم نیست حالا آدرستون خیلی دقیق باشه، ولی خب آدرس محل زندگیتون رو وارد کنین به همراه شهر و کشور. خیلی مخلصیم. این وسط ویدیو خواستم بهت بگم که لطفاً سابسکرایب نره، لایک هم بکن، و اینکه سوالی هم داشتی راجع به پذیرش گرفتن، هر سوالی داشتی و برام کامنت کن، در زودترین حالت ممکن جوابتو میدم حتما. بریم ادامه‌شو با هم بریم. خب تو این قسمت اطلاعات مقطع تحصیلی قبلی شما رو میخواد. ازتون اسم دبیرستان، یعنی مدرسه که ازش فارغ التحصیل شدن رو میخواد. روبروش زمانی که تحصیلتون تموم شده، فارغ التحصیل شدین، و بعدش که گزینه پایین که نمیشه GPA of school، تو این گزینه تو اینجا باید شما نمره معدلتون رو به قول معروف وارد کنین، و بعدش هم شهری که ازش فارغ التحصیل شدین و کشوری که ازش فارغ التحصیل شدین. قسمت بعدی واسه نمره زبان شماست. اگر امتحان زبان ندادین که گزینه نان رو میزدین، اگر امتحان زبان دادین که از این گزینه ها رو انتخاب میکنین، ولی اگر ندادین همون نان رو میزنین که مستقیم برین امتحان زبان دانشگاه رو بدین. قبلا راجع به امتحان زبان دانشگاه صحبت کردم توی ویدیو دیگه. خب قسمت بعدی ازتون مدارکی که باید آپلود کنین رو میخواد، که اولین مدرک ریز نمره شما هستش. خب آپلود میکنیم. من به صورت فرضی حالا یه چیزی آماده کردم. قسمت بعدی عکس اول صفحه پاسپورت شماست. و قسمت آخرم دیپلم شماست، های اسکول دیپلوما، که این هم اینجا بارگذاری میکنید. قسمت آخر اگه مدرک اضافه دارین میتونین آپلود کنین، آپشناله، مثلا نمره SAT یا مثلا دانش آموز برتر بودین میتونین اونجا آپلودش کنین. بعدش گزینه نکست رو میزنین. خب به همین راحتی پذیرش ما هم کامل شد. در کمتر از 10 دقیقه ما تونستیم پذیرش بگیریم. 2 روز دیگه هم جوابش میاد، که گفتم اگر معدلتون حداقل معدل رو داشته باشین که توی رشته‌های معمولی، منظورم بجز پزشکی دندون داروه، تا 13 تا 12 هم حتی من دیدم پذیرش بگیرن، ولی برای دندون داروی داره معدل بالاتری میخواد. 100% پذیرش میگیرین اگر جا باشه. و همین دیگه،
بقیه دانشگاه هم اپلای کردنش به همین صورت، هیچ فرقی نداره. و بعد از اینکه پذیرش گرفتین یه نامه کاندیشنال بهتون میدن، مشروط، که بعد یه هزینه رو پرداخت کنین که مثلا $500 تا $1000 و بعدش که اومدین ترکیه بقیه پروسس رو انجام میدین. خب آقا این بود، دیدی چقدر راحت بود خداییش. با هم الان یه پذیرش ساده گرفتیم. اگر معدلتم، راجع به معدلم بخوام بگم، مثلا پیش نیازایی که داره معدل بالای مثلا 13-14 هم باشه پذیرش میتونه بگیره، ولی برای رشته دندون پزشکی یه ذره معدل بالاتر باشه، مثلا 17 به بالا اینا. ولی با معدل 13 14 15 میتونی پذیرش بگیری. مثلا این دانشگاه خصوصیه و یه ذره رنگش بری پایین‌تر، ولی به همین راحتی در عرض 10 دقیقه پذیرش ساده میگیری. 2-3 روزم برات جواب میاد، بعد یه پیش پرداخت میدی دیگه، مراحل پذیرش رو انجام میدی. باز تو مراحل اگه سوالی بود برام بنویس، جواب میدم 100%. دمتونم گرم تا اینجا نگاه کردین. لایکتون نره، سابسکرایب هم کنین که خیلی خوشحال میشم. ویدیوهای خیلی باحالی قراره بسازم راجع به تحصیل تو ترکیه، زندگی توی ترکیه و همینطور سفرهایی که میرم و جاهای مختلفی که با هم ببینیم. دمتون گرم تا ویدیو دیگه.